با گذشت بیش از 3 ماه از بسته ماندن گذرگاه‌های بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که افغانستان توانسته در این مدت با استفاده از راه‌های بدیل زیان‌های تجارتی خود را تا اندازه زیادی جبران کند. روزنامه دان پاکستان گفت که افغانستان برای ادامه تجارت پس از بسته شدن گذرگاه‌های تجارتی با پاکستان به ایران و کشورهای آسیای میانه روی آورده است. در این گزارش آمده که حجم تجارت دوجانبه میان پاکستان و افغانستان در 6 ماه گذشته با کاهش شدید 53% به 594 میلیون دلار رسیده است. این معضلات هر چقدر که ما روش ترکیز کرده باشیم که با کشورهای همسایه و حول و حوش ما کمش کرده باشیم و داد و ستود با همش داشته باشیم، میتونه به سود ما و سود همه کشورهای زیردخل تمام شود. از جمله داشتن روابط تجاری با کشور پاکستان به سود ما و سود کشور پاکستان میتونه تمام شود، به خاطر که یک فاصله کمتر ما با کشور پاکستان قرار داریم. ایران به عنوان بهترین راه بدیل و رهایی از وابستگی تجارت با پاکستان از سوی حکومت افغانستان در کنار کشورهای آسیای میانه شناخته می شود. اعتراضهای اخیر در 2 هفته پسین در ایران موجه از نگرانی ها را برای توقف و مشکل های در تجارت افغانستان از مسیر ایران را به بار آورده است. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در گفتگو با یکی از رسانه ها گفته که گسترش اعتراض ها و نارمی های اخیر در ایران تا اکنون کدام مشکل را در تجارت افغانستان از مسیر ایران به وجود نیاورده، اما نگرانی هایی را در میان بازرگانان کشور درباره تداوم روند صادرات و واردات کالا از این کشور به بار آورده است. ایران از جمله کشورهای همسایه افغانستان است و در این اواخر مبادل شده به شریک استراتژیک تجارتی افغانستان، در صورتی که ایران بتونه افغانستان در بخش معدنکاری همکاری بکنه. این میتونه خیلی به سود افغانستان باشه، چون ایران تجربه کافی در قسمت استخراج معادن داره و همچنان اونا ماشینری و تکنولوژی در اختیار دارد، در صورتی که در این بخشا افغانستان همکاری بکنن و همچنان در قسمت آموزش کارمندان افغان در بحث معدنکاری اینا همکاری بکنن، بدون شک میدان خیلی به سود افغانستان باشه. قطع روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان در حال صورت میگیرد که روابط سیاسی دو کشور بیشتر از هر زمان دیگر تیره و تار شده که این امر سبب بسته ماندن تمامی گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور شد.